صبح پا شدم به عشق شما. بهتون قول داده بودم که نون موزی میخوام بپزم و براتون درست کنم. این نون موزی فوق‌العاده خوشمزه است و سالمه. من طرفدار چیزای سالم و بدمزه نیستم، پس این خیلی خوشمزه است. از خواهر شوهرم یاد گرفتم. بریم ببینیم این خواهر شوهر چه کار میکنه. با من همراه شو. سلام چطورین بچه‌ها؟ یکم آروم حرف میزنم. لیو خوابیده، امیدوارم که بیدار نشه به این زودی. خب بچه‌ها قراره امروز نون موز درست کنم براتون. خیلی سالمه، خیلی خوشمزه است و شکر نداره، همزن برقی هم نمیخواد. آقا من اصلا طرفدار چیزای سخت و پیچیده نیستم، به خاطر همین اینو همیشه درست میکنم. انقدر سالمه که هر روز میتونین بخورین. اوکی؟ خب اینو گذاشته، سه تاشو گذاشتم بیرون. سه تا موز رو میتونه 4 تا یا 3 تا موز باشه. من سه تاشو بیرون گذاشتم تو آشپزخونه که یکم رسیده بشه. میتونید خودتون از اول رسیده بخرید و من چون میخواستم چند روز توی آشپزخونه‌ام نگه دارم، یعنی نمیدونستم که همون روز درست میکنم یا نه، به خاطر همین رسیده خریدم و الان رسیده تر شد. نه یه ذره کال خریدم، الان رسیده تر شد. و یه چیزی بگم، شیرینی کیکمون، نونمون البته با همین موز هاست. حالا اگه شما دیابت دارید یا قندتون به هر دلیلی بالاست و دوست داریم که شیرینیش خیلی کمتر از این باشه، خب بهتره که موزهای کالتر استفاده کنید. اینا هرچی رسیده تر باشه خب شیرین تر میشه دیگه. اوکی، اینم دیگه بستگی به خودتون داره. و البته تخم مرغمون هم سوخت. خب یه دونه تخم مرغ درست کردم واسه لیو. نمیدونم آبش کلم رفت. خب بعد آردی که میخوام استفاده کنم آرد نارگیل هستش. بچه ها میتونید آرد ساده هم استفاده کنید، یعنی آرد شیرینی و کیک و این چیزا. من آرد نارگیل استفاده میکنم، کلا رسپیش با آرد نارگیله، اما میتونید با آرد معمولی هم استفاده کنید. آرد نارگیل آرد فوق‌العاده سالمی هستش، گلوتن فریه، گلوتن نداره. بچه‌هایی که خارج از ایران هستن راحت میتونن تو فروشگاه‌ها اینو بخرن. این پودر نارگیل نیستش ها. اونا که ایران هستن میدونم پودر نارگیل هست، اما آرد نارگیل نمیدونم ایران هستش یا نه. اما اونایی که خارج از ایران راحت این آرد نارگیل رو میتونن تهیه کنن چون خیلی سالم تره و در اصل با همین هم درست میشه. اما میتونین آرد معمولی هم بگیرید. اوکی، و بریم مواد لازم رو بهتون بگم. اینجا براتون یادداشت میکنم مواد لازم رو که دیگه اصلا مشکلی نداشته باشید. بریم با هم دیگه بریم ببینیم این رسیپی خیلی ساده و نون ساده چی میخواد. خب من مقداراشو توی کپشن و حالا اینجا براتون مینویسم. نمک میخواد، کره بادوم زمینی میخواد، میتونین به جاش کره آفتاب گردونم استفاده کنین. کره بادوم زمینی که من استفاده میکنم اصلا قند و چیزام نداره، شکر و شیرینی و این چیزا نداره. نگاه کنین ارگانیک هستش. من از این کره بادوم زمینی استفاده میکنم که طبیعیه. و اینکه 3 تا تخم مرغ، بیکینگ پودر هستش، آرد نارگیل یا آرد معمولی میتونید استفاده کنین دیگه. روغن هست، من ترکیب هم کره هم روغن زیتون استفاده میکنم. شما میتونید روغن معمولی هم استفاده کنید، روغن زیتون استفاده کنید محشر میشه و خیلی سالم تر. و اینکه ترکیب گردوی خرد شده و شکلات خرد شده که من از این شکلات تخته‌ای رو اومدم خوردش کردم با چاقو. این دلخواهه، میتونید اینو حذفش کنید ولی توش بریزی خیلی خوشمزه میشه. و اینکه اگه حالا شکلاتتون شیرین باشه یا تلخ باشه اینم دست خودتونه. من یه دونه 70% داشتم، یه دونه 90% خرد کردم قاطی کردم با هم دیگه، ولی توش بریزین خیلی خوشمزه میشه اگه شکلات بریزین. در کل اینها مواد اولیه‌تون هست. پس اینم موزهای خیلی خوشمزه ما که گذاشتیم رسیده. پس موزم میخواد، میتونه 4 تا موزم باشه. من 3 تا موز دارم استفاده میکنم و موزها رسیده. اگه که میخوای شیرینیش کمتر باشه، مشکل یا بیماری خاصی داری، میتونی اینو کال استفاده کنی که شیرینیش کمتر باشه. حالا بزن بریم ببینیم چجوری درستش کنیم. خب دوستای قشنگم نگاه کنین، من موز رو له کردم. حالا میتونی با هر چیزی له کنی. میتونی با رنده کنی، میتونی با گوشت‌کوب برقی، با هر چیزی که گوشت‌کوب دستی، هر چیزی که اینطوری قشنگ له بشه. خب
خب تو مرحله بعدی تخم مرغ‌ها رو اضافه میکنیم. من یه گوشه اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنم. بعدش کره بادوم زمینی داشتیم دیگه سفت شده دیگه، باید فکر کنم زور مردونه میخواد. از همسرانتون هم میتونین کمک بگیرین. خب نگاه کنین خیلی خوب ترکیب که شد، روغن رو اضافه میکنیم. حالا من ترکیب روغن و کره دارم. خب اینم خوب مخلوط میکنیم. دفعه پیش من روغن رو یادم رفت، بعد از توی فر همون اوایل پختش بود سریع قالب آوردم بیرون دیگه، کره و روغن رو اضافه کردم بهش، ولی با این حال خیلی خوب شده بود، یعنی اصلا خراب نشده بود. میدونید خب اینو با هم قاطی کردم. حالا بریم مواد خشک رو اضافه کنیم. خب مواد خشکمون بیکینگ پودر داشتیم دیگه، نمک یک کوچولو اضافه کردم و آردمون هم کم کم اضافه میکنیم و هم میزنیم. خب همه آردمون اضافه کردیم و الان نوبت چیپس شکلات خورد شده و گردو هستش. اینطوری بهش اضافه میکنین خیلی خوشمزه ترش میکنه. میتونین حذفم بکنین ولی خب من ترجیح دادم که بریزم. و یکم سفت شده، با چنگال هم میزنیم. قول میدم مشتری پرفا قرصش بشین و هر بار درست میکنیم، چون کیک هایی که درست میکنیم حالا با شکر و آرد معمولی و اینا خیلی سالم نیست، یعنی خوردنش هر هفته یا چیز خیلی توصیه نمیشه، اما اینو دیگه مکرر میتونید درست کنین، توی یخچال داشته باشین و حالا به عنوان صبحانه، عصرونه، هر چیزی میل کنین. خب گفتم خودم بریم جلو دوربین. خب ببین اصلا چرب کردن نمیخواد، کاغذ روغنی قشنگ قالبتون رو پوشش میدین، کاور میکنین و مواد داخلش میریزین. بریم با هم دیگه ببینیم. خب ببینیم بچه آخرم اینطوری یه ذره صاف و صوفش میکنیم. خب حالا فر رو میذاریم روی ببین 350 درجه فارنهایت و 50 دقیقه. خب پس فرمون 350 استارتو بزنم گرم بشه، بعد میذارم داخل فر داغ شد میذاریم توی فر. هی کجا میری اونجا داغه مامان، داغه پیس. خب بریم ببینیم آماده شده. ایشون هم دم در گاز واسطاده کم کم. وای بیا برقالیو، اینجا داغه، برو کنار مامانم، برو کنار بازی که مامان. خب اگه آقالیو اجازه بده ما چک کنیم دیگه. فکر کنم تقریبا آماده شده. معمولا بعد از 50 دقیقه آماده است، ولی بازم برای احتیاط مثلا چنگالو بزنین دیگه، نباید خمیری چیزی بهش بچسبه. نگاه کنین دیگه آماده است. آره مامان. بله مامان. خب اگه آقالیو اجازه بده ما چک کنیم دیگه. فکر کنم تقریبا آماده شده. معمولا بعد از 50 دقیقه آماده است، ولی بازم برای احتیاط مثلا چنگالو بزنین دیگه، نباید خمیری چیزی بهش بچسبه. نگاه کنین دیگه آماده است. آره مامان. بله مامان. دوستان میذاریم اینجا توی محیط آشپزخونه بمونه یه نیم ساعت 1 ساعت، حالا هر وقت سرد شد. بعد میاریم بیرون برش میزنیم. الان برش بزنین له میشه چون خیلی داغه. بچه‌ها من چایم هم آماده کردم، بی صبرانه منتظرم که سرد بشه تا بخوریم.
بچه من دارم قهوه درست میکنم، آشپزخونه هم دارم تمیز میکنم چون خیلی یکم به هم ریخته شد. الان بهتون جوین میشم. خب یکم من اینجا رو جمع جور کردم، قهوه‌ام درست کردم، لیو هم بیدار شد، باید برم بهش برسم و اینکه درستش کنین حتما، خیلی خوشمزه است. کامنت بذارین که برام درست کردین. وای اصلا بی‌نظیره، طعمش فوق‌العاده است و اینکه خیلی سالمه، خیلی خوشمزه است. دیگه چقدر بگم براتون، لطفا درستش کنین. توی کامنت ها بهم بگین که راضی بودین، یعنی درست کردین، از طعمش خوشتون اومد یا نه. سابسکرایب کن، لایک کن، شیر کن واسه همه دوستات. بای بای.